عزیزان ما رو در کشورمون ایران اونها رو ملاقات کن، همجوری که در خواب هستند ای خداوند، همجوری که دارن سوال میکنند برای این نابسامانی و این همه جنایت و واقعا بیرحمی. ای مسیح خداوند، عشق تو به اونها نشون بده که تو رو بشناسند، که بدونن ای خداوند عشق و محبت از توست. ای خداوند خودتو به عزیزان ما آشکار کن. شکر برای دعاهایی که جواب میدی ای خداوند، شکر برای کسایی که ای خداوند میدونیم ای خداوند نهایتاً به تو ایمان خواهند آورد. همه اینها رو در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنم. پرستش ما مقبول تو باشه امشب، تک تک ما رو برکت بده، همونجوری که تو رو ای پادشاه جلال پرستش میکنیم. آمین و آمین. هللویا. خدا شکر. بریم خداوند پرستش کنیم. بزنم روی خداوند همونجوری که در این پرستش هستیم این تمام قلب ما رو تفتیش کنیم، چیزایی که نگرانی ها، چیزایی که استرس هایی که الان به ما هست بذاریم کنار. امشب بریم پیش این خدای جلال، همچنین در کلام خونیم اجازه بدیم خدای جلال وارد قلب و زندگی ما بیشتر بشه. آمین. هللویا. شادی کنی
باشیم. این از پیام خوش عیسی، این از پیام خوش عیسی. هاللویا، در صلیب از بخشش خدا. هاللویا، راهی نیست غیر از راه عیسی. هاللویا، حیاتی نیست جز راه عیسی. هاللویا، دستای خود برافرازیم، پرستیم خداوند عیسی را. عثمانجی ما، داور این جهان، خالق عالمیان. دستای خود برافرازیم، پرستیم خداوند عیسی را. عثمانجی ما، داور این جهان، خالق عالمیان. به یادآوری بنده‌های او همین باشیم در خدمت او. همه با هم شادی کنیم، سرود کنیم، ساکن باشیم در او. شادی کنیم، سرود کنیم، ساکن باشیم در او. شادی کنیم، شادی کنیم، سرود کنیم، ساکن باشیم در او. شادی کنیم، سرود کنیم، ساکن باشیم در او. هللویا. خداوند ما عظیم، با صدای بلند او جلال بدیم. تازه در وصف عیسی بخوانیم، ای همه مردم نام او را همگوییم. بشارت دهیم، خداوند ما نجات می‌بخشد. سرودی تازه در وصف عیسی بخوانیم، ای همه مردم نام او را همگوییم. بشارت دهیم، خداوند ما نجات می‌بخشد. خداوند عظیمت، سزاوار ستایش، صخره ابدی، شایسته نیایش. شادمان باشید ایمانداران قوم خدا. با صدای بلند، با شادی و کف زدن، آن به شادی برآریم، جمعی مقدسیم. خداوند ما عیسی تا ابد سلطنت می‌کند. هللویا، 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 هللویا. هللویا. خداوند ما عیسی
همه نیایش شادمان باشیم ایمان دار و نام خدا. همه با هم با صدای بلند با شادی و کف زدن بانگ شادی برای جمعی مقدسی خداوند ما عیسی تا ابد سلطنت می‌کند. هللویا 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 هللویا. آمین آمین. خدا رو شکر، خدا رو شکر. هللویا. امروز امیدوارم هیچ برادر خواهری در بین ما نباشه که زانوی غم رو به بغل گرفته باشه. میدونم غم به قلب ما میاد، چیزهایی میبینیم که واقعا ما رو غمگین میکنه، ولی یادمون نره تمام اینها روزی تمام خواهد شد. هللویا. روزی دیگه نه اشکی خواهد بود، نه غمی خواهد بود، نه مرگی خواهد بود، نه عزاداری خواهد بود، نه بی‌عدالتی خواهد بود. زمانی که عیسی مسیح برگرده و تمام شواهد نشون میده که نزدیک هستش. هللویا. عیسی مسیح فرمود من الف و یا هستم. هللویا. خدا رو شکر. و ضمانتش هم خون پاک عیسی مسیحه. عیسی مسیح اون شهادت ماست، چیزی که ما به دنیا شهادت میدیم عیسی مسیح. پس این سرود رو با هم دیگه میخونیم تحت عنوان امید دنیا. توکل به خدا کن، پنجره ها رو باز کن، رقص و طرب بپا کن، پشت از به این جهان کن، افق را تو نگاه کن، صداتو صدا کن، دعوتی از صدا کن. الف و یا آن که نامش عیسی جوان دلهاست، آن که بر قلب ما امید دنیا حیات جاوی برات مهیا، ضمانتش فقط پاک مسیحا، خدای زنده شادی دلها، برده پاک خدا شهادت ما. الف و یاست نام عیسی مسیح.
الف و یا، اول و آخر. هللویا. هللویا. میدونید فرق مسیحیت با ادیان کاذب چیه؟ که هیچ کدوم از اونها روح خدا رو ندارند. کلام خداوند میگه بدنهای ما اون معبده که خدا اختیار کرده و روح القدس در بدن هر ایمانداری هست. اون روح پاک خدا که تمامی این دنیا رو آفرید، هللویا، خالق عالم هستی، الان در من و شماست. هللویا. زمانی که روح خداوند در ما کار بکنه، هللویا، تصور نکنید که دیگه نمیتونید مثل داوود بسرایید. شما هم میتونید سرود بسرایید، شما هم میتونید آهنگ بنویسید. وقتی روحش در شما کار میکنه، شما هم مثل سموئیل صدای رو میشنوید و شنیدیم، همه ما شهادت میدیم. پس اجازه بدیم روح خداوند در ما کار بکنه. بالاترین قدرت عالم هستی در من و شماست. فقط باید اجازه بدیم با خداوند در اطاعت خداوند باشیم، او رو صدایی رو گوش کنیم. این سروری که با هم دیگه میخونیم همینه، دعای ما اینه که ای خداوند، ای خدای زنده، امشب روح تو در من واقعا به هیجان بیار. روح تو بذار که من بلند بشم. ای خداوند بذار که من امشب هر چی که واقعا لازمم، ای خداوند امشب به من بده. بذار روح خداوند ما رو پر کنه. آمین. آمین. هللویا.
با داشتن روح القدس بود که نبوت‌ها میکردن، کارهای عجیب میکردن. من و شما همون روح خداوند داریم. خداوند فرزندان خداوند میتونن اونجور بشارت بدن که پولس داد، اونجور بشارت بدن که پتروس داد. هللویا. شما روح القدس دارید و این کار رو میتونید بکنید بالاتر از اینها. هللویا. هللویا. با هم یک سرود دیگه داریم میخونیم و بعد در شام خداوند با هم شرکت میکنیم. هللویا. این سرود رو یکی از برادران عزیز که زمانی که ایشون در حقیقت اون زمان عیسی مسیح رو نمیشناخت، تولدی تازه پیدا نکرده بود، زمانی که در واقعا در اون اعتیاد و مواد دیگه داشت زندگیش از دستش میرفت دیگه، خیابان ها دیگه پرسه میزد در خیابان های تهران، و زمانی که عیسی مسیح رو ملاقات کرد و عیسی مسیح رو شناخت و ایمان آورد، هللویا، زندگی رو عوض شد و خادم خداوند شد. هللویا. این سرود سالهای قبل گفته، سرود با هم دیگه میخونیم و واقعا این شهادت زندگی تک تک ماست. هر کدوم از ما که اینجا هستیم واقعا میتونیم برای این شهادت بدیم که همونطور که من در ظلمت گناه سرگردان بودم
به پای صلیبش افتادم. از اونجا نور ایمان بر من تابید. هللویا. و زندگی ما رو عوض کرد. این سرود با هم دیگه میخونیم. شکر ای خداوند که بندهای گناه و بندهای شیطانی و در دست پای ما بود همه رو گسختی، همه رو پاره کردی، زنجیرها رو ای خداوند پاره کردی. شکر زمانی که عیسی مسیح به قلب ما اومد. وقتی دل شکسته دلم بار و خسته در ظلمت رانا گم گشته به پای صلیبش افتادم پشیمان از آنجا تابید نور ایمان. همه با هم مسیحا مسیحا دور از بر من تابید مرا از گناهان رهانید رهانید. مسیحا نگاهم آن نگاه صفایم مرا بخشید شادی و حیات. گرچه مسکینم لیکن پر از غرور تا بار گناهم شد و شاد. آنگه من به پای آن مصلوب افتادم هر جا از ظلمت کرد آزادم. مسیحا مسیحا دور از بر من تابید مرا از گناهان رهانید رهانید. مسیحا نگاهم آن نگاه صفایم مرا بخشید شادی و حیات. صورت تخمسته بندهایم گسسته طلوع کرده عیسی در قلبم. مسیحا نگاهم به نور تو نجاتم ز فیض و رحمت تو. مسیحا
چه بسیار لیکن پر از غرور دوباره گناهم شده شد آنگه من به پای آن مصلوب افتادم آنجا از ظلمت کرد آزادم مسیحا مسیحا نور از بر من تابی مرا از گناهان رهانی رهانی مسیحا نگاهت همه را صفایت مرا بخشید شادی و حیات ظلمت رخ بسته بندهایم گسسته طلوع کرده عیسی در قلبم مسیحا نگاهم به نور روی توست نجاتم ز فیض و رحم تو مسیحا مسیحا نورت بر من تابی مرا از گناهان رهانی رهانی مسیحا نگاهم آن مهر و صفایت مرا بخشید شادی و حیات مسیحا مسیحا نورت بر من تابی مرا از گناهان رهانی رهانی مسیحا نگاهم آن مهر و صفایت مرا بخشید شادی و حیات مسیحا نگاهم آن مهر و صفایت مرا بخشید شادی و حیات آمین. هللویا هللویا. آماده بشین در شام خداوند با هم شرکت کنیم. هللویا. این اشکایی که خواهر مریم اینجا ریخت اشکای عیسی مسیحه برای مردمی که در جفا و ظلم و ستم هستند، برای کسانی که هنوز محبت او رو نشناختند. عیسی مسیح اشک میریزه و وقتی فرزندان خدا میبینید اینجا اشک میریزن، این اشک روح القدسه برای گمشدگان. دعا کنیم الان روزهایی که باید دعا کرد که خداوند همونجوری داره الان نفرات آخر داره پیدا میکنه، اونها رو از اون ظلمت و سیاهی داره در میاره. هللویا. به کار عظیمش ادامه بده. من شما الان اون نمایندگان رو هستید، پیام به دیگران برسونید. انتظار نداشته باشید شما رو با دست گل و با واقعا زبانی پر از مهر و محبت تحویل بگیرند. نه، ولی وظیفه ماست که پیام بدیم. آمین آمین. هللویا.
خدا رو شکر. بار دیگه این افتخار رو داریم در این شام مقدس شرکت کنیم. میدونید هر بار که در این شام شرکت میکنیم به خودمون یادآور میشیم که خداوند ما برای ما چه کار عظیمی کرده، چه فداکاری عظیمی کرده. هللویا. 2000 سال پیش خداوند خون مبارکش رو ریخت، جریمه گناهان ما رو بر صلیب داد، چون که این قانون خدا بود. کلام خداوند میگه مزد گناه موت است و دوری از خدا. پدر ما خدا که عاشق انسان هاست، نمیخواد که هیچ انسانی جدا از او باشه، ابدیت رو در جدایی از او به سر ببره. میدونید متاسفانه انسان امروزی، اکثر انسان ها این حقیقت رو نمیدونند و کاملا در این دنیا فکر کنم محو شده که انسان ابدی آفریده شده. صحبت این بدن رو نمی کنم. نهایتاً زمانی که انسان گناه کرد، اون جد ما، اجداد ما، آدم و حوا، نهایتاً مرگ و جدایی به انسان اومد، جدایی از خدا. و انسان اون زمان دیگه این جسمش فانی و جدایی بین او و خدا اومد. ولی انسان خدا روح انسان رو ابدی آفریده. همونجور که خداوند فرشتگان رو ابدی آفریده، همونجور که به اونا هم حق انتخاب داد، به انسان هم حق انتخاب داد. و متاسفانه اجداد ما رفتند به سوی دروغ، شیطان رو باور کردند و این جدایی به وجود اومد و نسل بشر از زمان آدم از خدا جدا شد. حالا انسان همیشه سعی کرده که به نحوی با مراسم مذهبی بتونه این رابطه رو دوباره برقرار کنه، ولی خدا از همون باغ عدن تعیین کرد که نجات دهنده خواهد اومد که از نسل زن خواهد بود، که اشاره به همون مریم باکره هست. تمام نشانی ها رو داد برای نجات دهنده عالم. شیطان هم دست بیکار ننشست، اون هم شروع کرد داستانهای خودش رو آوردند، مذاهب خودش رو آورد، سر مردم با این چیزهای واقعا مذهبی گرم کرد که شاید این حقیقت رو بتونه پایمال بکنه. ولی عیسی مسیح اومد و این خون رو داد، این جریمه داده شد. در حقیقت این جریمه، این قرض انسان پرداخته شده. فقط بایستی انسان بره این حواله نمیدونم آزادیشو بره بگیره، این حکم آزادیشو بره بگیره. ولی این انتخاب هم خدا به انسان داده. یا انسان همچون که در این سرود خوندیم از اون غرورش دست برمیداره، میگه من گناهکارم، میدونیم من زمانی که خب در اون مسلمان میدونی که به دنیا آمدم و در اون اسلام بودم، زمانی که خوابی دیدم که متوجه نبودم اون زمان که عیسی مسیح در خواب من دیدمش، فقط میدونستم یک قدوسی که پر از نور بود در اون قبر بود، که نهایتا فهمیدم نهایتا اون قبر که عیسی مسیح بود که خودم رفتم در اسرائیل چند سال پیش دیدم. ولی نمیدونستم هنوز اون مسیح هستش. و یادمه که وقتی که بیدار شدم از خواب که برای چند لحظه دیگه نمیتونستم اصلا صحبت بکنم، خانم من
که از اون به اصطلاح تکونهای من بیدار شده بود. از من پرسید که جمال چی هست؟ چی بوده؟ من بعد این خوابم بهش گفتم. گفت خب تو نه نماز میخونی نه روزه میگیری، هیچ کاری نمیکنی، خب خدا یه جوری بعد بیا تو خوابت اینطوری با تو صحبت کنه دیگه. گفتم خیلی خوب، حتما، چون که چیزی بود که نمیتونستم این کار بکنم، که این یک خواب معمولی نبود، یک خواب معمولی نبود، میدونستم طرف خداست، حالا چی هست نمیدونم. و یادمه که از فردا شروع کردم، گفتم جانماز بیاریم ببینم فلان و اینا. خلاصه بر من مهیا کرد، خانمو گذاشتیم، ما هم شروع کردیم بریم نماز خوندن. یه روز دو روز شد، یه هفته، 2 هفته، 3 هفته. بعد از مدتی دیدم اصلا هیچ رابطه ای نیست، یه کار تکلیفی رو دارم انجام میدم، دلار راست میشم، ولی هیچ چیزی در من اثر نکرده و هیچ ارتباطی نمیدونم، احساس نمیکنم. بعد روزی اومدم به خانمم گفتم جیلا جون ببخش دیگه، این برای من نیست، من چیزی از این نمیگیرم، خدا منو ببخشه، این مال من نیست. و همون شد، جانماز بستم گوشم کنار، چون واقعا داشتم مذهبی رو، یک رسمی رو رفتم جلو که هیچ ارتباطی، هیچ احساسی نداشتم راجبش. و نهایتا دیگه جلو میریم که 18 سال بعد من چطور با خداوند عیسی مسیح آشنا شدم و فهمیدم اون خوابی که دیده بودم در حقیقت اون عیسی مسیح بود که در خواب من اومده بود. و 18 سال طول کشید تا بعد از این واقعه من عیسی مسیح رو بشناسم و ایمان بیارم. شیطان شروع کرده به آوردن مذاهبی انواع اقسام. بعضیا خیلی خشونت رو دوست دارن، خوب اسلام آورده. بعضیا خیلی نمیدونم ملایمت رو دوست دارن، بودا رو آورده. بعضیا نمیدونم انواع اقسام خدایان مختلف خواهن، هندویزم ما نمیدونم این برنامه ها رو آورده. بعضیا نمیدونم دنبال بهاءالله هستن، همه جور آورده با هر به اصطلاح سلیقه و متدی، هر چی که دوست دارم. میگه خب هر کدومش میخوای انتخاب کن، همین رو انتخاب کن، فقط سراغ عیسی مسیح نرو. متوجه هستی؟ این تمام دیگه کلکای شیطانش میدونیم جریان چیه. یعنی شما وقتی که بری بگی من میخوام برم پدر جان، میخوام برم من عرفان و اون چیزا، برم به محفل و عرفان و اون برنامه، خیلی خوب پسرم، باریکلا برو، خیلی خوب، به خدا نزدیک میشی. به محض اینکه بگی من میخوام برم سراغ عیسی مسیح، جنگ و طوفان تو خونه راه میفته عزیزم. دیگه از ارث محروم میشی، از همه چیزی محروم میشی، دیگه از غذا خوردن محروم میشی خونه. اینا رو تجربه کردیم، دیدیم. دشمنی فوراً میاد. چرا؟ اگر بری نمیدونم فال حافظ و فال نمیدونم دیوان حافظ و فال سعدی رو برنامه رو خواهید بری، همه چیز اوکیه. تا به مسیح میای اصلا جنگ میشه. این چیه جریان؟ من شما دیگه حالا میدونیم برنامه چیه. شیطان ناراحت. و کلام خداوند میگه که وقتی که یک نفر ایمان میاره، تمام آسمان، فرشتگان در آسمان همه شادی میکنند. باورتون میشه؟ هللویا. ممکن دور و بریاتون یه موقعی از شما خیلی عصبانی باشن، ولی بدون میلیون ها میلیون فرشتگان در آسمان دارن میرقصند که یک نفر به عیسی مسیح ایمان میاره. هللویا، هللویا. و عیسی مسیح دونه دونه شما رو نگاه میکنه، میگه اینها برادران و خواهران منند. خدای پدر نگاه میکنه، میگه حالی فرزندان من هستند. هللویا. خدا رو شکر برای خونی که ریخته شد، برای این بدنی که داده شد، که امروز ما جزء این خانواده الهی بشیم. خواهر عزیزمون که از خواهرها گفت به عزیزی که خوش آمدید به این کلوب ما، گفتم کلوب نیست، اینجا خانواده الهیه. ما یک خانواده هستیم اینجا. هللویا. خدا رو شکر. هللویا. و اینم هست. چون خانواده یعنی چی؟ جزئی از با همدیگه هستیم. در خون عیسی مسیح ما الان برادر و خواهر هستیم، که عیسی مسیح حتی اینم بالاتر گذاشت از برادران و خواهرانی که به عنوان علاوه مادری
به اصطلاح داشتن که فرمود که برادر خواهران من، مادر من، اینها هستن که ایمان آوردند. هللویا، هللویا، خدا رو شکر. پس با هم یه لحظه دعا کنیم و در این شام مقدس شرکت کنیم. پدر جان شکر برای این پیوندی که در مسیح ما رو با خودت پیوند دادی. ما جزوی از خانواده الهی هستیم. شکر برای وجودت ای خداوند عیسی مسیح. شکر برای اون قربانی که دادی. اختیار داشتی، میتونستی هم موقع فرمان بدی 10 لژیون فرشتگان بیان و تمام اون کسایی که داشتن به شما اهانت میکردن اونها رو نابود کنن، ولی اختیار کردی که این خون مبارکی تو بریزی که امروز ما بتونیم با توسل به این خون و به این بدن پاک و مقدس دیده بشیم. ما بتونیم به آسمان دیگه راه داشته باشیم، بتونیم اون معابد روح القدس باشیم در این زمین. شکر خداوند، چه افتخار عظیمی نصیب ما شده. امشب همطور که در این شام مقدس شرکت میکنیم، ای پدر، ای روح پاک خدا، قلب‌های ما رو تفتیش کن. اون چیزی که مناسب نمی‌بینی خداوند در این قلب ما، اون چیزی که بایستی عوض بشه، اون چیزی که لازمه که دوباره از نو ساخته بشه، به افکار ما بیار، به خاطر ما بیار. کمکمون کن که بتونیم اونجور تو این دنیا زندگی کنیم که مسیح رو به دنیا نشون بدیم. اونجور خدمت بکنیم که پولس خدمت کرد. اونجور برای تو سرود و آواز بخونیم که داوود سرایید. همونجور که مریم اطاعت کرد، ما همه خداوند در اطاعت روح القدس باشیم. امشب تک تک فرزندان تو برکت بده. هموطنان ما رو ملاقات کن، برای آنها شفاعت میکنیم ای خداوند. ببخش به اون بت‌هایی که زانو زدن، اون بت‌هایی رو که صدا کردن، اون بت‌هایی رو که بهشون نذر و نیاز کردند، و چشمان هموطنان ما رو باز کن. این یوغ اسارت رو از اونها برداره خداوند. نور نجات مسیح به ایران زمین بتابه خداوند، و قلب‌های ما رو آماده کنه خداوند. همچون که در این شام مقدس شرکت میکنیم، اگر کسی در قلب ما هست که هنوز نبخشیدیم، اگر کسی هست که هنوز ای خداوند مشکل داریم، نمیتونیم ببخشیم، امروز به ما توانایی رو بده. به ما روح القدس رو دادی، روحی که تمام عالم هستی رو به وجود آورد. این روح اون قدرت به ما میتونه بده که بتونیم ببخشیم، همونجور که مسیح فرموده ای پدر اینها رو ببخش، نمیدونن چی کار میکنن. این جمله رو هیچ وقت فراموش نکنیم. برای اونها تقاضای بخشش میکنیم، چون که نمیدونن چی کار میکنن. همه رو در نام پاک عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. هللویا. بفرمایید با هم شرکت. خدمتون اعلانات عرض میکنم و بعد با هم پیام امروز رو میشنویم. جلسات ما هر یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر اینجا هست. خدا رو شکر برای عزیزانی که میرسن زودتر و واقعا خدمت میکنند. برای همه عزیزان واقعا خدا رو شکر میکنیم. این افتخار هست، افتخار تک تک ماست که بتونیم
قوم خداوند خدمت کنیم. جلسات پنجشنبه هم همطور که همیشه بوده در منزل خواهرم فریبا برقراره. برای این جلسات هم در دعا باشید، برای خواهرم در دعا باشید، برای اون عزیزانی که برای بار اول شاید میرن به این جلسات برای اونها در دعا باشید. اگر عزیزی هم میخواد این جلسات رو بره که هنوز آدرس رو نمیدونه، اگر بین ما هستن یا در فضای مجازی کسی میخواد بیاد، حتما تماس بگیرن با ما که بتونیم آدرس رو بهشون بدیم. خدا رو شکر. چیز دیگه به خاطر ندارم. به هر حال برای همه خادمین در دعا باشید، برای عزیزانی که تازه ایمان آوردن به خصوص اونها رو در دعا نگه دارید. میدونید که شیطان به طور مخصوص با افکار اونها و با واقعا باور اونها هزار جور سنگ میندازه. میدونید کار شیطان اینه که شک و تردید بیاره، این کار شیطانه. پس عزیزان در دعا نگه داریم برای هر عزیزی که واقعا تازه ایمان آورده. و مهمترین پیشنهاد من برای همه عزیزانی که تازه ایمان میارن که کلامو بایستی مطالعه کرد. این کلامو بایستی ما میگیم بعد جوید و هضم کرد، چون که یک کتاب معمولی نیست که بگیم ما یک بار خوندیم دیگه تموم شد دیگه ما خوندمش دیگه. این رمان و نمیدونم داستانایی که انسان مینویسه نیست که بگیم یک بار خوندیم دا. این کلام زنده است. هر بار که میخونی با قلبت صحبت میکنه. چیز مخصوصی خداوند بهت برات باز میکنه، میگی واو. من 30 سال دارم که کتاب میخونم، باز هنوز دانشجوی این کتاب مقدس هستم. هنوز باز چیزهای خداوند به من نشون میده که من تا حالا اینا همچین چیزی ندیده بودم. این روح خداست که این کلام بر ما باز میکنه. آمین. پس یادتونه مطالعه کتاب مقدس بسیار بسیار واقعا این غذای روحانی ماست. تصور نکنه خب یک بار میریم کلیسا و اونو میشنویم و بعد. و من خیلی واقعا تشویق میکنم عزیزان که حتما کتاب مقدس با خودتون بیارین، زیرش خط بکشید. چیزایی که خداوند اونجا به شما به اصطلاح مطالعه‌مون به شما یادآوری میکنه. من خودم کتابم که نگاه میکنم نوت‌های مخصوصی گذاشتم، چیزهای مخصوصی یاد گذاشتم که واقعا در این جلسات یاد گرفتم، نوشتم پاش. اینه که مهم است کتابو داشته باشیم. به هر حال حتما با خودتون بیارید. پس لحظه دعا کنیم و با هم پیام امشب رو بشنویم. پدر جان شکر برای روح قدوست که در ما کار میکنه. امشب دعا میکنم به طور مخصوص قلب و روح ما رو آماده کنی، افکار ما رو آماده کنی که امروز اون غذای روحانی خودمون رو دریافت کنیم. اون چی که امشب با ما میخوای صحبت کنی، کلامتو به وضوح بتونیم بشنویم. اون چی که صحبتی که ما داری بتونیم درک بکنیم. امشب با تک تک ما به طور مخصوص کار بکنه خداوند. کلامتو برکت بده. همه در نام قدوس مسیح دعا میکنم. آمین. هللویا. ما چند جلسه گذشته به خاطر اعیادی که داشتیم از درس خودمون مقدار رفتیم کنار و در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم. الان دوباره باز برمیگردیم به ادامه مطالعه خودمون در رساله اول قرنتیان فصل 4 هستیم. اول قرنتیان فصل 4. فصل 3 رو اگر یادتون باشه پولس که این نامه رو به کلیسای قرنتوس نوشته بود، فصل 3 در این مورد با ایمانداران صحبت میکنه که کلیسا یک خانواده است و هدف این خانواده اینه که به بلوغ روحانی برسه. یعنی این خانواده الهی، کلیسا رو که ما صحبت میکنیم منظور این ساختمان نیست، جمع ایمانداران رو ما میگیم کلیسا، درسته؟ و با اونا صحبت میکنه که هدف اینه که ایمانداران مطالب
عمیق روحانی رو درک بکنن و رشد روحانی پیدا کنن. این کار کلیساست. این چیزی که کلیسا، یعنی در حقیقت تعالیم ما اینجا این هستش که کلیسا به اون رشد روحانی برسه و ایمانداران جسمانی نباشن، یعنی ایمانداران که تحت واقعا دنبال خواسته ها و خواهش های نفسانی خودشون میرن نباشن. چون که کلام به ما میگه که قبل از که ما ایمان بیاریم ما نفسانی بودیم، یعنی اون چی که دلمون میخواست دوست داشتیم میرفتیم انجام میدادیم. حالا که روح خدا رو دریافت کردیم، حالا ما روحانی هستیم، ما میتونیم اون چیزی که روح خدا میخواد، اون چیزی که خدا از ما میخواد، ما میتونیم اونو دنبال کنیم و درک بکنیم. کلام بر ما باز میشه. وقتی یه تولد تازه پیدا میکنیم، کلامی که میخونیم میبینیم با ما صحبت میکنه. پس پولس در این مورد صحبت کرد و بعد در مورد به اصطلاح هدف این خانواده روحانی رو مشخص کرد که هدف ما اینه که در این دنیا پیام کلام در حقیقت منتشر کنیم. تشبیه کرد که این دنیا مثل مزرعه‌ایه که ما بذر کلام رو میکاریم. متوجه هستید؟ من شما بشارت میدیم، کلام خدا رو به دیگران میگیم. یعنی ما در این مزرعه دنیا خدمت میکنیم و این بذر کلام میکنیم. همونجور که کلام به شخصی میدی، تو در قلبش اون کلام رو کاشتی، منتظر میشه که یواش یواش اون کلام رشد بکنه، به عمل بیاد. خیلی از ما ممکنه سالها این موقع کلام رو شنیدیم و طول کشیده تا ایمان بیاریم. این دلیل نمیشه که اون بذر اونجا مرده، اون بذر داره کار میکنه یواش یواش تا اینکه جونه میزنه و رشد میکنه. و اینو عنوان کرد و بعدم به ایمانداران در مورد نحوه زندگیشون به اونها هشدار داد که یادتون نره بدنهای شما معبد خداوندی که روح القدس در شما هست. پس من و شما نحوهی که در این دنیا زندگی میکنیم بایستی طوری باشه که واقعا پاک و مقدس زندگی کنیم، چون روح القدس معبد خدا پاک بود. میدونید در عهد قدیم که میخونیم اگر هر نوع گناهی اونجا میمد، خداوند اونجا بلا و مصیبت سراغ اون قوم میفرستاد، قوم یهود، و اونها بسیار مراقب بودند و اون نمونه‌ای بود نهایتاً که من و شما که حالا اون معبد خداوند هستیم، ما معبد خداوند هستیم، روح القدس در ما هست، بایستی به نحوی زندگی کنیم، به نحوی عمل بکنیم که در حقیقت این روح خداوند که در ما هست محزون نشه. پس اینها رو با هم دیگه صحبت کردیم و در حقیقت مهمترین شهادتی که ما به دنیا میدیم اینه که نحوهی که من شما زندگی میکنه. ممکنه عزیزی باشه هیچ وقت نخواد این کتاب مقدس مطالعه کنه، درسته؟ ولی من و شما رو مطالعه میکنن، نگاه میکنن این شخص فلانی که اینو مسیحی هستن، به محض اینکه نگاه میکنن میبینن نه، این شخص کاملا فرق داره، مثل بقیه نمیدونم کلاشی نمیکنه، دروغ نمیگه، حرفش بلش بله هست، نش نه هست، دروغ و ریا توش نیست، محبت داره، فروتنه، میبخشه. میدونی این چیزهایی که الان دنیا به این صورت ما رو نگاه میکنه و وای به حال ما اگر روزی باشه که نگاه کنم مثلا برم برادر جمالم داره همون واقعا بی بند و باریاری که دنیا دارن میکنن، برادر جمالم داره انجام میده. خب نگاه میکنن میگن اینم که مثل خود ماست همین کارهایی که ما میکنیم. نه، من شما بایستی دیگه رویه هم فرق بکنه. این روش های گذشته خودمون داشتیم، ما خواستیم کارون پیش بره، حالا اینجا دروغ بنویس چی میشه مثلا؟ بابا اینجا خب مثلا اگه ننویسی، اینجا دروغ ننویسی، کارت درست نمیشه مثلا. میدونی روش های ما بود دیگه. حالا میگیم نه، من راستشو می‌نویسم، ولی اون خدایی که من بهش ایمان دارم راه منو باز میکنه. میدونی روش های ما باید حالا فرق بکنه. پس اینها رو با هم دیگه صحبت کردیم. حالا فصل 4 که میشه با هم دیگه مطالعه کنیم، پولس خصوصیات یک خادم رو به ما توضیح میده. خیلی مهم است، چون همه ما در کلیسا خادم هستیم.
متوجه هستید؟ تک تک شما عزیزان هر کدومتون خادم هستید به یک نحوی. و پولس تصویر درستی رو بر ما ترسیم میکنه که یک خادم باید چگونه رفتار کنه، چه مسئولیتی داره و چطور بایستی در قبال این ناملایمات، این واقعا جفاهایی که نهایتاً ایمانداران مواجه میشن مقاوم باشه، وفادار باقی بمونه و مثل یک پدر مهربان و دلسوز باشه. اینا بسیار مهمه که امشب میخوام اینا رو با هم مطالعه کنیم. پس بریم به اول قرنتیان فصل 4 آیات 1 تا 4 میخونم خدمتتون. پولس میگه پس شما باید من و اپولس را خدمتگزاران مسیح بدانید. اپولس توضیح بدم برای عزیزانی که نمیدونن، بعد از اینکه پولس این کلیسای قرنتوس رو تأسیس کرد و پایه داد در قرنتوس که میشه که از شهرهای ساحلی یونان امروزی، بعد از او اپولس اومد و شروع کرد این خدمت رو ادامه دادن و پولس از اونجا مجبور شد به خاطر تهدید جانش مجبور شد که بره به افسوس که در شهر ساحلی در ترکیه امروزی، رفت اونور. حالا داره صحبت میکنه پس شما باید من و اپولس را خدمتگزاران مسیح بدانید که با روشن ساختن اسرار خدا شما را از برکات الهی بهره مند می‌سازید. مهمترین وظیفه خدمتگزار این است که دستورات اربابش را به طور کامل اجرا کند. آیه 3 حال آیا من خدمتگزار خوبی بودم؟ حالا سوال دارم میکنه حالا آیا من خدمتگزار خوبی بودم؟ میخواهم بدونید که برای من چندان مهم نیست که شما و یا دیگران در مورد من چگونه قضاوت میکنید. حتی نظر خودم نیز برای من اهمیت ندارد، اگرچه وجدانم راحت است، اما این را نیز دلیل کافی نمیدانم. فقط خداوند باید مرا بیازماید و نظر دهد. درسته؟ پولس خودشو و اپولس رو میگه خدمتگزاران مسیح. لغت یونانی که برای این خدمتگزار اینجا استفاده کرده لغتی که هست که میگه پاروزنان. براتون حالا توضیح میدم چیه. در اون زمانی که اون زمان دولت روم حکومت میکرد اونجا دیگه، کشتی‌های بزرگی که داشتن برده ها رو طبقه پایین میبردن، اینها کارشون پاروزنی بود. متوجه هستی؟ اون رؤسا و رجالشون بالای اون عرشه بودن، زحمت کیا میکشیدن؟ پاروزنا. کشتی اگه اینا پارو نمیزدن جلو نمیرفت. نمیدونم شما عزیزان فیلم بنهور رو دیدین یا نه؟ فیلم قدیمی است، خیلی قدیمی، فیلم بسیار جالبی که اگر ندیدین حتما ببینیدش. و اونجا نشون میده که در حقیقت چی بودن که اینها رو میبردن، اینها پارو میزدن و زمانی هم که زمان جنگ بود، برای اینکه این موقع اینا فرار نکنن زمان جنگ اینا رو قل زنجیر میکردن به اون چوب‌های اونجا، پایه‌های اونجا که اینا اگه کشتی هم داشت غرق میشد اینا همراه کشتی غرق میشدن، یعنی راه فراری نداشتن. اگه فیلم ندیدین حتما ببینید، چه جالبه که بنهور اونجا قل زنجیر نمیکنن و به هر حال. پس پولس داره صحبت میکنه که ما اون پاروزنا هستیم که ما هدفمون اینه که این در حقیقت خدمت به شما انجام بدیم، این خدمت جلو بره. ما داریم زحمت میکشیم اونجا، خودشو داره به این صورت داره نشون میده. ما آقا نیستیم بالا نشسته باشیم شما بیاین ما رو خدمت کنیم. این تصویر غلطیه که در کلیساها شروع کردن یاد دادن. متوجه هستیم؟ خادم خداوند دارم مثل شبان یا کسی دیگه بعد برم بالا بشینم ما بس. نه، کلام خداوند برعکس داره میگه. پولس داره میگه ما داریم زحمت میکشیم، ما رو اینطوری شما ببینید، ما اون کسایی هستیم که داریم اینجوری زحمت میکشیم، اینجوری خدمت میدونیم، پارو میزنیم. پولس میگه که من و اپولس خادمین مسیح هستیم که برای اربابمون مسیح داریم خدمت میکنیم. هللویا. ممکنه خدمت ما رو کسی نبینه، ولی میدونه کی داره میبینه؟ هللویا، عیسی مسیح. و پولس میگه حتی اگر شما خدمت من قبول نداشته باشین زیاد مهم نیست،
قضاوت شما برای مهمه که خدا چجوری فکر میکنه. هللویا. یه موقع ممکنه من و شما از موقع خدمتی داریم، کار داریم میکنی، میگه ما مثلا فلانی هم که اینقدر براش کار کردم مثلا هیچ اصلا واقعا قدر کار خدمت من نمیدونه. نگران نباش، عیسی مسیح خدمت تو رو میدونه. عیسی مسیح فهمید اگر یک لیوان آب حتی به یکی از برادران خواهران من بدی، انگار که به من دادی. هللویا. اگه عیسی مسیح الان از شما لیوان آب بخواد نمیده، میدوی با سرعت میره لیوان تنگ آب میاری. اصلا این کار عیسی مسیحه، داره خدمت شما رو هر چند کوچک هم ممکنه به نظر خودت بیاد، ولی برای خداوند بسیار بسیار مهمه. پولس داره میگه که تعهد من به عیسی مسیحه و من بعد به او جوابگو باشم، نه به شما. هللویا. اگر هر ایمانداری، اگر هر خادمی توجه کنه که روزی بایستی جوابگو به عیسی مسیح باشه، باور کنید خیلی از کلیساها عوض میشه. دیگه از اون رفتارشون دست میکشند. عیسی مسیح که اومد پای شاگردان شست، خودشو اینقدر در حقیقت خودشو مثل یک نوکر کرد، رفت پای اونها رو شست. آیا ما از اون بالاتر هستیم؟ پولس داره خصوصیات یک خادم رو داره معرفی میکنه عزیزان، که همه ما باید اینجور خدمت کنیم. پس طرز فکر یک خادم نباید این باشه که من باعث خدمت بشم. یادم عزیزی بود سالها پیش تو کلیسای اولی که من میرفتم، عزیزی بود که اونجا میگفت پدر و مادر من خب به این صورت من میگفت من یک دختر نوجوانی بودم وقتی که شبان کلیسای فلانجا که میومد خونه ما، پدر مادر من اونو چیزی میگن بشین روی مبل، پاهاشم دراز میکرد و به من گفتم برو پاهای مثلا این کشیش یا شبان و هرکی بود این رو برو تو مالش بده. و گفت ما مجبور بودیم بیام این کار رو برای این شخص بکنیم و این شخص میشسته ما پاهاشو مثلا که ماساژ میدادیم و این خیلی براش سنگین بود که این کار انجام بده. و من خودم تعجب میکنم چطور میتونه یادم انسانی به این صورت باشه، یک دختر جوان در 12 ساله‌ای بیاد این زحمت رو بکشه و این شخص بشینه اونجا بالای تخت که به اصطلاح بایستی او رو پاهاش هم بمالن و این کار کنن و غیره. این یک خادمی نیست که پولس داره بر ما رسم میکنه، داره ترسیم میکنه. خادمی باید باشه که قلبش باشه که من باید خدمت کنم. اون کشیش باید این بچه رو بشینه واقعا محبت کنه، نوازش کنه. پولس تعلیم میده که هر خادمی نهایتاً باید به خدا جوابگو باشه برای اعمالش. این برای ما بسیار مهمه که بایستی روزی من و شما در مقابل تخت عیسی مسیح خواهیم نشست که جوابگو باشیم. من و شما به عنوان ایماندار، نه اینکه اونجا داوری میشیم برای اینکه آیا در ملکوت خدا خواهیم بود یا نه، ما اونجا جمع میشیم برای اینکه نهایتاً خداوند میخواد به ما پاداش بده برای زحماتمون. همچون که پولس در فصل قبل خوندیم که پولس عنوان میکنه که بعضی‌ها میرن اونجا و جایزه‌ای نمیگیرن چون که واقعا رفتارشون، نیتشون کاملا غلط بوده، درست نبوده. پس یک خادم با رفتار خداپسندانه عمل میکنه و چشم‌داشتی از دیگران نداره. اگه محبتی میکنه برای خداوند عیسی مسیح میکنه و انتظار تمجید و نمیدونم بهبه و چهچه از کسی نداره. و پولس می‌نویسه که نهایتاً داور نهایی اعمال ما، اون که اعمال ما رو داوری میکنه، عیسی مسیح.
پس نگران از قضاوت مردم نبود. ما خدمت میکنیم، نگران نیستیم که مردم چجور ما رو قضاوت میکنن. امیدوارم طوری عمل بکنیم که واقعا یک نمونه خوبی بر اونها باشیم. اگر برادر یا خواهری طوری رفتار میکنه که واقعا دل کسی رو میشکنه و اگر شخصی در مورد قضاوت داره میکنه، خب واقعا شاید حقش باشه، یعنی واقعا رفتار بدی داشته. ولی اگر که درست عمل میکنه، و پولس اینجا میگیم که حتی وجدانم هم با اینکه راحته، حتی این هم ملاک قرار نمیدم. میدونی گاهی وقتا انسان میتونه یک رفتاری داشته باشه که بارها، یک ایماندار رفتار نامناسبی داشته باشه که نهایتا بهش عادت میکنه و فکر کنم که من وجدانم راحته در این مورد. مثال براتون میارم، البته در مورد یک غیر ایماندار و یک شخص جانی و قاتلی بود. نمیدونم اسم اصغر قاتل شنیدین؟ عزیزانی که سنشون حدود سن من هست میدونن. یک قاتل بالفطره‌ای بود که نهایتاً ایشون میرفت قربانی‌های خودش رو گول میزد، میبرد، به اونها تجاوز میکرد، بعد اونها رو به طور فجیع به قتل میرسوند و خیلی ها رو کش به این صورت که نهایتاً به دام افتاد و گرفتنش. اصغر قاتل. الان نسل جدید ممکن ندونن، ولی وقتی از اون بازجویی میکردند ازش پرسیده بودن که آخه تو چطور یک همچین جنایتی رو به این صورت انجام میدادی و به طور فجیع اینها رو به قتل میرسون؟ بعدن گفتش که راستش رو بخواین دفعه اول که من این کارو کردم بسیار رفتم منزل، انقدر گریه کردم که دیگه خون گریه میکردم، اینقدر وجدانم ناراحت بود از این. گفت به تدریج همونطوری که این کار انجام دادم بعدش یه برام اینقدر عادی شده و هیچ ناراحتم نمیشدم، هیچ چیزی من دیگه اذیت نمیکرد. وجدان شخصی که از بین میره، این گناهی که در انجام میده دیگه براش مهم نیست. و این هم میتونه برای ایماندار هم همطور باشه. ما میتونیم در گناهی باشیم، هم ادامه بدیم، بعد دیگه بگم خب من این کار دارم انجام میدم، مثلا حالا منو اذیت نمیکنه، هیچ وجدانم ناراحتم نیست براش. دلیل نمیشه که چون وجدانم راحته گناه نیست. و پولس هم همین میگه اگر چه وجدانم راحت است اما این را نیست دلیل کافی نمیدانم، فقط خداوند باید مرا بیازماید و نظر دهد. پس حواسم باید جمع باشه. مطلبی میخوام خدمت عزیزان برای ایمانداران توضیح بدم که مهم است که بدونن که من و شما داوری از ما گذشته. اینو باید به موقعی اگر خوب توضیح ندم ممکنه سوء تفاهم باشه، متوجه نشین. داوری از ما گذشته یعنی در حقیقت من و شما حیات جاودان در عیسی مسیح داریم. اگر ما در مقابل تخت اون میریم برای گرفتن پاداش‌ها، خدماتمون جلوی اون ظاهر میشیم. متوجه هستین؟ و اینو براتون من از رومیان فصل 14 و 10 خدمتتون قرائت میکنم که بدونید که پولس به کلیسای ایمانداران شهر روم می‌نویسه که رومیان 14:10 پولس می‌نویسه که بنابراین شما به هیچ وجه حق ندارید از برادر خود ایراد بگیرید و یا با نظر تحقیر به او نگاه کنید. بیاد داشته باشید که هر یک از ما باید به تنهایی در مقابل تخت داوری خدا بایستیم تا او ما را داوری کند. پس من و شما برای گرفتن پاداشا در مسند واقعا اون تخت عیسی مسیح ما اونجا حاضر خواهیم شد. پس این صحبت رو اینجا داریم میکنیم. و دوم قرنتیان هم اینم براتون قرائت میکنم که بدونید دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7 تا 10 پولس میگه اما برای آنکه از این مکاشفات خارق‌العاده و مشاهدات روحانی احساس غرور به من دست ندهد. میدونید داری صحبت میکنی زمانی که خداوند او رو
میبره به آسمان سوم، یعنی در حقیقت ملکوت خودش نشونش میده. من میگه من چیزهای اونجا میبینم، چیزهایی که واقعا خداوند از طریق پولس کارهای عجیبی کرده بود. و اینجا پولس داره توضیح میده که برای اینکه من غرور در سنت خداوند یک بالاخره خاری، یک مشکلی در بدن من اجازه میده که باشه. میگه اما برای اینکه از این مکاشفات خارق‌العاده و مشاهدات روحانی احساس غرور به من دست ندهد، خدا اجازه داد که عارضه‌ای همچون خار در بدنم به وجود آید. او اجازه داد فرستاده شیطان مرا رنج دهد و بدین وسیله مانع غرور من گردد. 3 بار به خداوند التماس کردم که مرا از آن رهایی دهد، اما او هر بار خواهش من را رد کرد و فرمود من با تو هستم و همین تو را کافی است، زیرا قدرت من در اشخاص ضعیف بهتر نمایان می شود. پس حال با شادی به ضعف‌های خود می بالم. شادم از این که زندگیم قدرت مسیح را نمایان می سازد و نه توانایی ها و استعدادهای خودم را. پس از داشتن آن خار خوشحالم، از اهانت‌ها، سختی‌ها، جفاها و مشکلات نیز شادم، چون می‌دانم که همه اینها باعث جلال مسیح می‌شود. زیرا وقتی ضعیفم انگار توانا هستم. هرچی کمتر داشته باشم بیشتر به خدا متکی خواهم بود. پس زمانی که من شما در حضور خداوند هستیم، خداوند ما رو در حقیقت داوری خواهد کرد برای دادن پاداش‌ها. حالا بریم برگردیم به همون ادامه مطالعه خودمون. اول قرنتیان فصل 4 آیات 5 تا 6 رو میخونم. پس بعد از اینکه پولس میگه که من فقط برام مهم است که خدا من نظر بده و من رو قضاوت بکنه، آیه 5 میگه پس شما هم با عجله در این باره قضاوت نکنید که چه کسی خدمتگزار خوبی است و چه کسی بد. خیلی مهم هستش که من شما حواسمون جمع باشه. وقتی خداوند بازگردد همه چیز را روشن خواهد ساخت و همه به وضوح خواهند دید که هر یک از ما در عمق وجودمان چگونه شخصی بودیم و با چه نیتی خدا را خدمت کردیم. در آن زمان خدا هر کس را همانقدر که سزاوار است تحسین خواهد نمود. آیه 6 اگر اپولس و خودم را نمونه آوردم برای این بود که مطلب روشن‌تر شود. مقصودم این است که شما نباید میان ما فرق بگذارید و از بین ما که کلام خدا را به شما تعلیم میدیم یکی را بر دیگری ترجیح دهید و یا به یکی بیش از دیگری افتخار کنید. پولس به ایمانداران هشدار میده که خادمین خداوند قضاوت نکنید. قضاوت رو محول بکنید به خداوند. این خیلی مهم هست که من شما حواسمون جمع باشه که نکنه گناه بکنیم. خادم خداوند و ما یه موقعی میدونید او رو نهایتاً قضاوتش کنیم و او رو در حقیقت یا اینو به اون ترجیح بدیم و غیره. این در بین ایمانداران نباید باشه. البته توضیحی که لازم بدم اینه که لازمه بدونیم که پولس در مورد معلمین کاذب داره صحبت نمیکنه. میدونید ممکن کسایی باشن به عنوان نمیدونم شبان یا کشیش و یا غیره به این عنوان، ولی معلمین کاذب باشن، کسایی که کلام خداوند رو میان عوض میکنن، کسایی که میان تعالیم غلط به کلیسا میارن. پس من و شما به عنوان خادمین خداوند باید ما چالش میکنیم با کسایی که اینجور نهایتاً دارن تعلیم میدن و دارن واقعا گله خداوند رو دارن به بیراهه میکشن. این صحبت پولس اینجا نیست. میبینید کسایی که دارن خداوند واقعا دارن خدمت میکنن. حالا این موقعی ممکنه در یک موردی که مهم به اون صورت نباشه یک اختلاف نظری باشه، ما نهایتاً از در مورد اونها چیز بدی نمیگیم ولی این باعث حواسون جمع باشه که نظر این نیستش که اگر ما میبینیم معلم کاذب هست داره کلام خداوند رو داره عوض میکنه، داره تعالیم غلط میاره، ما اونجا بگیم که ما اونو قضاوتش نمیکنیم. نه، ما اونجا باید قضاوت کنیم، ما اونجا باید بگیم که این شخص داره تعالیم غیر واقعا خدا رو داره میاره و غیره. برای اینکه بیشتر روشن براتون بشه، اول تیموتائوس فصل 1 آیه 3 پولس به تیموتائوس اینطور میگه. اول تیموتائوس فصل 1 آیه 3 پولس به تیموتائوس میگه که همونطور که هنگام عزیمت به مقدونیه خواهش کردم
همچنان از تو میخواهم که در افسوس بمانی و از تعالیم غلطی که بعضیان میدهند جلوگیری کنی. پس این کلام خداست. من شما وقتی متوجه میشیم شخصی داره کلام خداوند داره واقعا داره عوض میکنه و داره تعالیم کاذب به کلیسا میاره، ما او رو چالش میکنیم و حواسمون جمع هستش. پس اگر ما کسی رو قضاوت میکنیم بایستی پای اساس قضاوت ما مبنا بر کلام خداوند باشه. اگر کلام خداوند شخص داره میگه، اگر جایی داره اشتباه میکنه گوش زد میکنیم و خبر میدیم. ولی به طور کلی اینه که حالا اگر یه موقعی ممکنه عزیزی تعلیم شخصی رو بیشتر دوستش و غیره یا شخص دیگر ترجیح به اون صورت میده، این یه چیز شخصی ازش و آدم نباید اون شبان و اون دیگران رو بیاره پایین. متوجه هستی؟ قضاوت نهایتاً با خداوند و مسئول خود شخص هستش. حالا میریم به ادامه درسمون، داره در مورد خصوصیات خدمتگزار داره صحبت میکنه پولس. آیت 7 تا 9 اول قرنتیان فصل 4 آیت 7 تا 9. چرا اینقدر به خود میبالید؟ مگر هرچه دارید از خدا نیافتید؟ پس در این صورت چرا طوری رفتار میکنید که گویا با تلاش خودتان چیزی را کشف کرده اید؟ شما تصور میکنید که تمام برکات روحانی را که لازم داشتید به دست آوردید و از لحاظ روحانی بی نیاز هستید. همچون سلاطین بر تخت پادشاهی تکیه زدید و ما را به کلی فراموش کردید. ای کاش که واقعا بر تخت سلطنت نشسته بودید، زیرا در آن صورت ما نیز میتوانستیم با شما سلطنت کنیم. آیه 9. گاه فکر میکنم که انگار خدا ما رسولان را در انتهای صف قرار داده است، صف اسیران جنگی که محکوم به مرگ هستند و در مقابل انظار مردم به دنبال سپاهیان پیروزمند حرکت میکنند، زیرا ما در معرض تماشای فرشتگان و مردم قرار گرفتیم. پولس به ایمانداران میگه که شما هر عطایا هر چیزی که دارید مگه خودتون اینا رو کسب کردید؟ این عطایا از طرف خداست به شما داده میشه. هر چیزی که من شما داریم، اگر کسی استعداد موسیقی داره، این استعداد کی داده بهش؟ خب خدا داده. اگر خوب میتونه نمیدونم بنوازه، اگر خوب میتونه واقعا نمیدونم یا در پرستش یا در خدمت کلیسا یا هر چیزی، خداوند انواع اقسام عطایا رو به ایمانداران میده. و پولس داره اینها رو چالش میکنه که چرا فکر میکنی که خودت بودی؟ ما نگاه میکنیم یه شخصی هست از بچگی اصلا استعداد مثلا نقاشی داره. من این استعداد نداشتم، ولی یه چیز کوچیکم نمیتونم با اون صورت قشنگ بکشم. ولی یه شخص میبینه بدون که حتی کلاس هم رفته باشه انقدر زیبا نقاشی میکنه. این عطایا رو خدا میده. و پولس داره صحبت میکنه با ایمانداران که شما اگر عطیه‌ای داری الان، پس چرا به خودت داری اینو نسبت میدی؟ این عطیه خدا بهت داده. اگر تو عطیه خدمت داری، اینو خدا بهت داده. اگر عطیه اینو داری، این خدا بهت داده. پس چرا به این صورت نگاه میکنی؟ و بعد پولس یک منظری رو بر اینها ترسیم میکنه. می‌بینید در زمانی که پولس بود، رومی ها به این صورت با اسیران رفتار میکردن. میدونید اون میدانهای بزرگی رو داشتن که نهایتا مردم می اومدن، شهروندان می اومدن برای تماشای این جنگ این اسرا رو به جون همدیگه میاختن و اینها میشستن اونجا، سلاطین و پادشاهان و همراه مردم میشستن، اینها رو برای سرگرمی نگاه میکردن. پولس داره همچین تصویر رو برای ایمانداران قرنتوس میاره. میگه انگار که ما اون اسیرای هستیم، جنگی هستیم که پایین نشستیم، داریم همدیگر رو مثلا داریم سعی میکنیم که واقعا زنده بمونیم و شما هم مثل اون سلاطین بالا نشستین و داریم ما رو تماشا میکنیم میخندیم. متوجه هستی؟ به کلیسا داره صحبت میکنه. میگه به نظر من مثل این شکلیه. اولا گفت ما هم پاور و زنا هستیم زیر، حالا میگه با مثل شما هم بالا نشستین
دارین از ما ایراد هم میگیرین، دارین میدونید طوری که ایمانداران قرنتوس داشتن رفتار میکردن به این صورت بود و داشتن ایراد میگرفتن از خدمتگزاران کلیسا، از پولس اپولوس، این اون دو دستگی شده و بینشون، ما طرفدار این هستیم، ما طرفدار اون هستیم به غیره. و پولس داره اینها رو سرزنش میکنه و میگه انگار که ما اینجا واقعا شدیم دیگه مسخره شما، ما رو به این صورت دارین شما نگاه میکنید. حالا آیه 10 میگه شما به ما میگویید اعتقاداتتان شما را تبدیل به افرادی احمق کرده است. به ایمانداران میگه شما دارین به ما اینطوری میگید که شما این اعتقاداتتون مثل افراد نادان و احمق شده اید. طبق معیارهای دنیا در حقیقت پولس به نظر میاد شخص نادانی باشه. من دارم صحبت میکنم طبق معیارهای دنیا. قبل از اینکه پولس به عیسی مسیح ایمان بیاره، پولس یکی از رجال سران مذهبی یهود بود. برو بیایی داشت. مردم جلو اینها خم می شدن، احترامشون می ذاشتن. اینها رو با هزار جور تحسین و نمیدونم چاپلوسی و اینها می اومدن اینها رو خدمت می کردن. همین ها رو داشت پولسا. ولی وقتی که به عیسی مسیح ایمان آورد، همامیه هم قطارانشو و یهودیان دشمن شده بودند. هر جایی که میرفت میخواستن اون رو به قتل برسونن. در کتاب مقدس میخونن، در اعمال رسولان جمع میشورن با هم دیگه قسم میخورن تا زمانی که پولس رو ما نکشیم ما لب به غذا نمیزنیم. روزه میگرفتن که اینو به قتل برسونن. از نظر دنیوی به پولس میگفتن خب تو چرا این کاری کردی؟ تو نشسته اونجور داشتن تو رو خدمتت میکردن، مقام و منصبی داشتی، چرا این دست دادی عزیز؟ این طرز فکر دنیاست. خیلی از ایمانداران گاهی وقتا خیلی چیزا میتونن زندگیشون جلو برند، خیلی کارا میتونن بکنن، کلک‌های دنیا رو هم بلد بودن، گذاشتن کنار. اون چیزهایی که دنیا بهشون پیشنهاد میکرده رد کردن. با زندگی پاک و ساده دارن زندگی میکنن. از نظر دنیا میگن ها باورشون اینا رو احمق کرده. همین صحبت دیگه. این مسیحی ها باورشون اینا رو احمق شدند. اولی که تو زندگی جلو برند، هزار جور کلک بزنن، فلان میکنن، تو برو جلو. اگه میتونی سر یکی هم کلاه بذاری زندگی تو درست کنی، چرا که نه؟ دنیا همینه. خری تو از پل بگذرون. این مثالایی که واقعا به ما یاد داده بودن از بچگی دیگه. خری تو از چی کار داری تو به این کارا؟ کاری نباشه. بذار اون یکی نمیدونم اون کار بکنه. این روش های دنیاست. و پولس داره به اینها میگه که شما به این صورت دارین به ما نگاه میکنید. آیه 11 تا 13 تا به این لحظه همواره گرسنگی و تشنگی کشیده ایم. داره زندگی خودشو زحماتی که کشیده داره به اینها داره گوشزد میکنه که شما توجه کنید. تا به این لحظه همواره گرسنگی و تشنگی کشیده ایم، پوشاک نداشته ایم تا خود را از سرما حفظ کنیم، مورد بدرفتاری قرار گرفتیم و آواره و بی خانمان بودیم، با دستهای خود کار کرده و زحمت کشیده ایم. پولس کسی نبود که بیاد سربار دیگران بشه و به اونها بگه نه شما وظیفتون اینه که بعد به من خرج زندگی منو تأمین کنید. نه، پولس همچین حرفی نزده بود. با دستهای خود کار کرده و زحمت کشیدیم تا زندگی خود را تأمین کنیم.
هر که ما را لعنت کرد برای او دعای خیر کردیم. هللویا. کسایی که او رو لعنت میکردن، قصد قتل رو داشتن، برای اونا دعا میکرد. هر که ما رو آزار رساند تحمل کردیم. وقتی که به ما توهین کردن با ملایمت جواب دادیم. با این حال همچون زباله و تفاله با ما رفتار می شود. واقعا آدم دلش می سوزه برای پولس، نه؟ چقدر ما ایمانداران انتظار داریم که واقعا با احترام و با نمیدونم با هزار جور نمیدونم چی ما رو محبت کنن، رفتار کنن، نگن بالا چشم ما ابرو هست و غیره. پولس میگه همه اینا رو من به خودم گرفتم، اهانت ها رو، توهین ها رو، لعنت هایی که به من میکردن، من برای اون دعای برکت کردم. واقعا پولس داره مسیح رو نشون میده ها. هم روحی که در پولس بود این کارا رو میکرد در من شما هم هست ها. ما هم میتونیم همینجور باشیم ها، اگر اجازه ندیم که اون نفس ما بیاد جلو، چون نفس متاسفانه اینجا هنوز هست. همچون که پولس هم این نفس رو داشت و میگفت من همون سرکوب میزنم تو سر نفسم که بلند نشه، سر بلند نکنه. آیه 14 تا 16 میگه من این مطالب را نمی‌نویسم تا شما را خجل سازم، بلکه میخوام شما را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت و راهنمایی کنم. زیرا اگرچه هزاران معلم روحانی داشته باشید، اما فقط یک پدر دارید و آن هم منم، چون من بودم که پیام انجیل را به شما رساندم و شما را به سوی مسیح هدایت نمودم. آیه 16 پس به شما التماس میکنم که از من سرمشق بگیرید و مانند من رفتار کنید. ما محبت پدرانه پولس رو اینجا میبینیم. میدونید با همه مشکلاتی که کلیسا داشت، پولس نرفته و اینها رو سرزنش کنه، سرکوفت بزنه. میدونید برای من شما بسیار مهمه ایماندارانو حتی خطا میکنن، حتی نمیدونم اونجوری که میخوایم واقعا مسیحگونه رفتار نمیکنن، یادمون نره هدف ما راهنمایی اونهاست، نه سرکوف زدن، طعنه زدن، مسخره کردن. اینها راه و روش های دنیویه. من و شما اینجور نباید رفتار کنیم. و پولس میخواست میگه من راهنمای شما هستم. من میدونید پولس خدمت رو عرض کردم که کلیسای افسوس رو کلیسای قرنتیان رو پایه گذاشت و خودش در حقیقت مثل یک پدر به آنها میدید. همونجور که خواهر عزیزمون خواهر فریبان بگه اینها من مثل مادر اینها هستم. اینها رو به این صورت میبینم. اینها رو اینجوری این عزیزانی که خب من تعلیمشون دادم و این حس خوبیه. میدونید که از این لحاظ که ما خودمون مسئول میدونیم برای اونها و پولس هم خودشو مسئول میدونست برای ایمانداران قرنتوس و برای همین که جوش میخورد. میدونید اگر نمیتونه بگه خب نه من اونجا دیگه نیستم، که اپولوس اومده بعدن تیموتائوس رفته و اینا اینجا رو میگردن دیگه به من مربوط نیست، من دستام میشورم میام کنار. نه، وقتی خبر به اونها به پولس رسید، پولس بسیار آزرده دل شد، غمگین شد. اینها رو بزرگ کرده، اینا رو رشد داده، اینها رو میخواد ببینه که در ایمانشون رشد بکنن. پس خودش رو از کلیسا جدا نمیدید و بعد میگه راه و روش منو اون که از من یاد گرفتید دنبال کنید. هللویا. میدونید من و شما عیسی مسیح که الان جلوی ما نیست که ما عیسی مسیح رو نگاه کنیم که عیسی مسیح چی کار میکنه. درسته کلامش اینجا هست، اینا رو میدونیم، ولی خوبه که واقعا یه سرمشق خوبی هم داشته باشیم. من خودم ایمانداران بسیار خوبی تو زندگیم دیدم که وقتی نگاه میکنم میگم مثلا پستر مثلا چاک مثلا شخصی که مرد خدا بودم میشه، چجور با متانت صحبت میکرد، چجور با حکمت صحبت میکرد، چجور محبت میکرد.
چجور وفادارانه تا اون روز هفته آخری که دیگه هفته بعدش به حضور خداوند رفت، پشت اینجا پشت این تریبون واسطاده بود و پیام خدا رو میرسوند. هر کسی دیگه جایی بود میگفت نه دیگه الان دیگه اصلا سالهای سال خدمت کردم، حالا برم این مقداری استراحت کنم. خودشو مسئول میدونست. و اینا نمونه‌های خوبی هستن که تو زندگی ما بایستی باشن. و پولس هم به اونها گفت نگاه کنید به نحوی که من زندگی کردم، به نحوی که من عمل کردم، شما اینجوری رفتار کنید، از من سرمشق بگیرید. آیه 17: به همین دلیل تیموتائوس را میفرستم تا در این امر شما کمک کند. او از کسانی است که به وسیله من به مسیح ایمان آورده و برایم همچون فرزندی عزیز و قابل اعتماد است. او تعالیمی را که من در همه جا در کلیساها میدم به شما یاد خواهد داد. پس پولس معلم بسیار خوبی بود برای کلیسا، برای دیگران، و یکی از شاگردان خودش رو نهایتاً به اسم تیموتائوس برای معلمی و راهنمایی کلیسای قرنتوس میگه من میفرستم که این در حقیقت شما رو راهنمایی و هدایت کنه. ادامه میدیم آیه 18: میدانم که بعضی از شما مغرور شده اید چون فکر میکنید که من میترسم نزد شما بیایم و با شما روبرو شوم، اما من خواهم آمد و اگر خدا بخواهد به زودی خواهم آمد تا ببینم آیا این اشخاص مغرور فقط میتوانند سر و صدا راه بیاندازند یا اینکه واقعا صاحب قدرتی از جانب خدا هستند. زیرا وقتی که کسی ادعا دارد که خدا در قلب او سلطنت میکند، باید با اعمال خود آن را نشان دهد، نه فقط با سخنان خود. آیه 21: حال خود انتخاب کنید که به چه منظور نزد شما بیایم، برای تنبیه و سرزنش یا برای تشویق و محبت. میدونید تا زمانی که غرور و تکبر در شخص شکسته نشه، شخص تعلیم پذیر نیست. اینو تجربه کردیم دیگه. پولس با بی‌اطاعتی کلیسا تا مدتی مدارا کرده بود، ولی حالا هشدار میده که حالا دیگه وقت تنبیه و سرزنش رسیده و انتخاب با خودشونه. یا تغییر روش میدن یا میگن برای تنبیهتون میام به قرنتوس. صحبت پولس نبود که من الان جا میام نمیدونم دستش بوکس میگیرم و الان چوب و ور میدارم میام به جونتون میافتم. نه، چون که ما میتونیم دیسیپلین کنیم و لازم خداوند ما رو دیسیپلین میکنه، ما رو تصحیح میکنه. کلام خدا به ما یاد نداره برو فرزند تا اونجا که میخوره کتک بزن. نه، این تعالیم غلط دنیاست. ولی وقتی که میبینیم لازم هست ما دیسیپلین میکنیم. میدونی اون چیزایی که موقع براش خیلی عزیزه میگیم نه الان تو دیگه نمیتونی داشته باشی، یا اینجوری تو الان رفتار میکنی، نه اونی که تو دوست داری الان نمیتونی داشته باشی و غیره. دیسیپلین میکنیم. اون چیزایی که شاید براش عزیز باشه الان یه مقدار محرومش میکنیم. این نحوه تصحیح و نحوه تصحیحه که ما عزیزان میکنیم. و پولس هم اینجا داره صحبت میگه امیدوارم واقعا شما متنبه بشید و راه درست بگیرید، ولی اگر نه مجبورم بیام اونجا و اونجا من میام جوری شما رو تنبیهتون میکنم. و پولس داره صحبت میکنه که البته انتهای فصل 4 هست، ما تموم کردیم و بقیه فصل 5 ما هفته آینده شروع میکنیم. پس یادتون نره پولس خصوصیات خادم رو گفت. خصوصیاتش اینه که یک خادم بایستی اون پاروزنها، اون زحمت کشای کلیسا باشن، انتظار نداشته باشن که بیان بشینن و اونها رو در حقیقت سرپرست در حقیقت پذیرایی کنن و غیره. و صحبت کرد که بایستی این در بین ایمانداران نباشه که واقعا کسی رو به کسی دیگه ترجیح بدن. و صحبت کرد که اگر هم در این دنیا
دیگران شما رو توهین میکنن، شما رو لعنت میکنن، خادمین رو مسخره میکنن، شما برای اونها دعای برکت بکنید. شما اجازه ندید که واقعا قلبتون نسبت به اونها سخت بشه. پس خصوصیات یک خادم رو برای ما معرفی کرد که چطور است و ما واقعا دعا میکنیم که بتونیم واقعا این خصوصیات رو داشته باشیم، بتونیم خداوند رو خدمت کنیم، قومش رو خدمت کنیم، نهایتاً بدونیم که کسی که بر ما قضاوت خواهد کرد خود خداوند عیسی مسیح خواهد بود، نه کسی دیگه. چشممون به خداوندمون باشه، نه به اطرافمون. آمین. هللویا. لحظه با هم دعا کنیم و با هم یک سرودی داریم که با هم میخونیم. هللویا. پدر جان شکر برای کلامت که به ما یاد میده که چطور باید یک خادم بود و انتظار اینکه خدمت بشیم نداشته باشیم. ای خداوند دعا میکنم که این روحیه واقعا فروتنی در همه ما باشه، طوری باشه که اون جوری که خودت اومدی و به ما یاد دادی، الگوی ما عیسی مسیح تو هستی که چجور فروتن و خداوند و چجور پر محبت بودی. دعا میکنم که همیشه چنین روحی در ما عمل بکنه. همه رو در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. هللویا. با هم یک سرود شاد داریم، با هم میخونیم و جلسه ما تموم هستش. هللویا. خدا رو شکر. میدونید شادی در کلیساست، به خاطر اینکه همه ما میدونیم که گناهان ما در مسیح بخشیده شده. همه ما میدونیم که فرزندان خداوند هستیم. هللویا. پس این سرود شاد رو با هم دیگه میخونیم.
عیسی را در همه جا بخشایی، فکر و دلهای خود را از عشق او پر کنی، اون را نیازمند او، محتاج رحمت او، شفای کل دنیا تنها نزد مسیحا. همه با هم عشق تو بهانه قلب منه، بدهات امید این جان منه، دست تو عصای من در سفره، نزد تو مقصد من راه منه، عشق تو بهانه قلب منه، بدهات امید این جان منه، دست تو عصای من در سفره، نزد تو مقصد من راه بار دیگه. منه. یک بار دیگه عشق تو بهانه قلب منه. عشق تو بهانه قلب منه، بدهات امید این جان منه، دست تو عصای من در سفره، نزد تو مقصد من راه منه، عشق تو بهانه قلب منه، بدهات امید این جان منه، دست تو عصای من در سفره، نزد تو مقصد من راه منه. در پناه خداوند عیسی مسیح باشید. هللویا. شاید او هر روزه در زندگی شما باشه. آمین آمین. هللویا. یادتون نره کلام خداوند رو به همه برسونید، پیام او رو به همه برسونید. آمین آمین.